رضا علیپور کسی که تو صخره‌نوردی المپیک نتونست مقام اول رو بیاره، ولی محبوبیتش و جذابیتش تو مسابقات المپیک از نفر اول بیشتر بود. تمام نفرات توی المپیک اومدند بهش ادای احترام کردن، چون این آدم روح قوی داشت. رضا علیپوری که تو بدترین شرایط تمرین کرد، رضا علیپوری که تو بدترین روزها، تو بدترین تمرین ها، تو بدترین حال بدی ها دووم آورد. خواست عزت و احترامی که رضا علیپور تو المپیک داشت نفر اول نداشت. نفر اول اومد ادای احترام کرد بهش. چرا؟ چون این آدم بزرگیه، چون این آدم پذیرشش 100%. شرایطی که این آدم توش تمرین میکرد و وقتی میرفتی بررسی میکردی و میدیدی و مقایسه میکردی با نفرات اول المپیک، میموندی که این آدم الان تو المپیک داره چی کار میکنه. ولی بود، ولی حضور داشت و همه بهش احترام میذاشتن. و جالبه که فردای المپیک همه رضا علیپور رو شناختن.